60 میلیارد دلار برای اوکراین، 14 میلیارد دلار برای اسرائیل و کشورهای ساحل اقیانوس‌های آرام و هند برای مقابله با چین. سنات آمریکا روز سه‌شنبه طرح این بسته کمکی را تصویب کرد. جو بایدن از مجلس نمایندگان زیر نظر جمهوری خواهان خواست عین کار را کنند. من از رئیس مجلس نمایندگان می خواهم بگذارد که مجلس نظر کامل خود را بگوید و نگذارد چند صدای تندرو مانع رای گیری شوند. مایک جانسون رئیس مجلس نمایندگان روز دوشنبه گفت بدون اصلاح نظام مهاجرت به آمریکا سند را بررسی نمی کنند. یک طرح 118 میلیارد دلاری که تقویت مرزهای آمریکا را هم در نظر داشت هفته گذشته قبول نشد، چون دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق از جمهوری خواهان خواست به ارسال کمک‌های علاوه‌ای به اوکراین مخالفت کنند. فرضاً ما تمام این پول را می دهیم. تا حال به اوکراین 200 میلیارد دلار دادیم و آنها 3 هفته بعد با روسیه معامله می کنند و دیگر نمی خواهند با ما معامله کنند. دموکرات‌ها تصویب لایحه کمک خارجی را فوق‌العاده مهم نامیدند. یک سند تاریخی و با اهمیت در سنات تصویب شد، سندی که نه تنها برای امنیت ملی ما و شریکان ما بلکه برای دموکراسی غربی هم مهم است. نظری وکیلان جمهوری خواه درباره کمک بیشتر به اوکراین گوناگون است. بعضیشان می‌خواهند پول صرف امنیت داخلی آمریکا شود. این حکومت کمک 60 میلیارد دلاری و یا بیشتر از آن به اوکراین را افضل‌تر می‌داند تا این کشور مرزهایش را محافظت کند. شاید بهتر است ما با استفاده از این سند به حکومت فشار آوریم تا مرزهای خود ما را محافظت کند. ولی 22 وکیل جمهوری خواه همراه دموکرات‌ها به طرفداری سند رای دادند، چون به عقیده آنها اینجا منافع امنیت ملی آمریکا جای دارد. متحدان و شریکان ما امیدوارند کشور ما رهبر جهانی آزاد به عزمش صادق میماند. دشمنان ما امیدوار کاملا چیز دیگر هستند. اوکراین بسته پیشینه کمک‌های آمریکا را روز 27 دکامبر گرفته بود. به قول تحلیلگران تأخیر روسیه را جسور می‌کند. برای پوتین این یک پیروزی است و آنگونه نشان می‌دهد که روسیه به سمت پیروزی حرکت دارد. اوکراین را طوری نشان می‌دهد که حداقل در جنگ به بنبست وارد شده است. وکیلان مجلس نمایندگان آمریکا این هفته 3 روز جلسه دارند و اول ماه مارس به تعطیل می‌روند.